وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه در هر جایی که هستین. خدا را شکر میکنم بر یک موقع دیگه، یک روز دیگه که خداوند بر ما از رحمتهای بی پایانش عطا کرده. کلام مقدس خدا از نوحه ارمیا بر ما درس میده در فصل 3 که ای بنا بر رحمتهای خداست که ما هنوز تلف نشدیم. وفاداری خداوند بسیار عظیم است و بهتر است که انسان در خاموشی منتظر نجات خدا باشه. بهتر است که در خاموشی، یعنی کلام خدا را بشنوه و خاموش باشه و درک بکنه تا که نجات خدا در زندگی از او شخص بیاید. عیسی مسیح، معنای نام عیسی یشوع به معنای خداوند نجات است. خداوندی که این کائنات خلق کرده، او به صورت انسان در میان ما آمد. او حتی جان خدا بر صلیب فدا کرد تا که ما را زندگی بده. او زخمی شد تا ما شفا بیافیم. او مرد و دفن شد تا ما در گور نمانیم برای همیشه، چون او از گور زنده شد در روز 3. ایمان به عیسی مسیح به معنای عظیمی است، چون ما خداوند زنده را عبادت میکنیم، به او ایمان میاریم. در خداوند زنده ما هم زندگی می داشته باشیم، چون که عیسی مسیح میگه من زندگی هستم. او میگه من قیامت و زندگی هستم. کسی که پیروی مشوه او هرگز نمیموره. او هرگز نمیموره. او زندگی جاودانه می داشته باشه. این وعده عیسی مسیح است. او وقتی که وعده میکنه به وعده خود وفا میکنه. او شما را بسیار زیاد دوست داره. این نسبت به دوستی خداست که ما میبینیم خداوند محبت نامه خدا به صورت کتاب مقدس برای ما میته. هدایتی که خود از این کلام برای ما گواهی است که میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. و این کلامی است که ما را از گناه نجات میده. و این کلامی است که برای ما درس میده که کلام تو را در دل خود مخفی میدارم. وقتی که ما توجه خدا بالای از این کلام میکنیم، این را میخوریم، چون این نان روحانی ماست. بله، این را ما میخوریم. این کلامه، این نان است برای ما. وقتی که این را در دل خود نگه میداریم، خداوند ما را از گناه نجات میده. کلام تو را در دل خود نگه میدارم که مبادا به تو گناه ورزم. مبادا به تو گناه ورزم. برای از اینکه شکم ما سیر شود، ما با دهان خود و دندان خود و زبان خود نان میخوریم و هضم میکنیم. و اما به خاطر خوردن از این نان ما نیاز بر روح مقدس خدا داریم. این کلام روحانی است، نان روحانی است که خداوند در قلب ما، در روح ما میندازه تا که ما متوجه حال خود شویم، تا که ما متوجه خالق خود شویم که او میخواهد که کت ما رشته داشته باشه. ما مسیحی‌ها خدا را پدر آسمانی خود میخوانیم به خاطر از اینکه در مسیحیت خداوند با ما رشته دار میباشه. ما عضو فامیل خداوند میشیم وقتی که به عیسی مسیح ایمان بیاریم. از این که بهتر چی باشه که ما فرزندان پادشاه پادشاهان باشیم، یعنی شاهزاده های خداوند باشیم، فرزندای خداوند باشیم، سلامتی خداوند در زندگی خود داشته باشیم، مثل که خدا تمامی انسان ها را بلا تفریق، بدون در نظر گرفتن از این که او شخص از این قوم است و از این ملت است و از او زبان است و از او کشور است، بدون در نظر گرفتن از این چیزها او تمامی انسان ها را دوست داره.
او با حکمت خود فیض خود جاری میکنه، یعنی مدد رایگان خود برای کسایی که حتی لایق مددش نیست. با او ما را به آغوش خود میکشانه، میگه من شما را دوست دارم. او ما را بوسه میده، من شما را دوست دارم، زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. وقتی که ما چهار طرف خود میبینیم، وطن عزیز خود میبینیم و کشورهای همسایه خود میبینیم، کشورهای غربی رو میبینیم، کشورهای شرقی رو میبینیم، کشورهای شمالی و جنوبی رو میبینیم، در هر کشور فساد است، در هر کشور گناه است، در هر کشور انتقام است. این جنگ و جدال و انتقام و انتقامگیری و خونریزی و دشمنی و بغض و کینه و عدوت، تمامی از این چیزها به نسبت گناه انسان است، به خاطر از اینکه انسان خود تسلیم شیاطین کرده. چون خدا خدای قاتل نیست، خدا خدای نجاتگر است. خدا خدای نجاتگر است، خدای قاتل نیست. خدا خدای محبت است، خدای نفرت نیست. خداوند میگه که به من اگر ایمان بیارین از شما چشمه آب حیات جاری میشه. او میگه من نان زندگانی هستم، کسی که از این بخوره هرگز دیگه گرسنه نمیشه. کلام خدا برای ما میگه از کلمات عیسی مسیح خداوند میگه من نور از این دنیا هستم، کسی که از ما پیروی کنه هرگز در تاریکی سرگردان نمیشه، و یا اگر کردکی بگوییم هرگز در تاریکی جغل نمیکنه. خانم من همیشه میگه که همی کردکی تا که کمی کم کو، ولی همی کردکی بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بعضی وقتا ما همی کردکی خوبتر میفهمیم. دوست عزیزی داریم که در ایالت ایلینوی آمریکا زندگی میکنه. ایشان از برادرای ایرانی هستند و اما ایشان خداوند آنقدر دوست داره که او فکر میکنه که ما کت افغانا خدا یکی میبینم، چرا که ما برای افغانا میخوایم کلام مقدس خدا را بخش بکنم. چند روز پیش کت ما صحبت میکرد و لهجهش لهجه دری افغانستان، و ای از کجا می آید؟ وقتی که یک شخص به عیسی مسیح ایمان میاره، پیش از او دیگه ایرانی، دیگه افغان، دیگه آمریکایی، دیگه استرالیایی، دیگه پاکستانی، دیگه هندی، دیگه چینی نمی باشه. پیش از او شخص انسانیت مطرح می باشه، پیش از او شخص سلامتیه که خداوند میته او مطرح می باشه. ایست تغییری که عیسی مسیح میخواهد که در ما بیاره. او میگه که من نور دنیا هستم، کسی که از پشت ما بیاید در تاریکی جغل نمیکنه. کردکی مثل از این برادر ایرانی کردکی صحبت میکرد، گفت برادر حسین پیامی که شما میتین او را من زیادتر میفهمم، به خاطر از این که بعض استادای دیگه کلمات بسیار ثقیل استفاده میکنن. خدا را شکر میکنیم برای از او استادا هم، چون بعضی کسایی هستن که به الفاظ ثقیل نیاز دارن که لغتهای بسیار مهم گفته شود که توسط از او انسان ها درک بکنن. مثلا راوی زکریا یکی از مبشرین و مبلغین بسیار خوب مسیحی دنیای مسیحی است. این شخص کلمات انگلیسی را استفاده میکنه که بسیار سخت و ثقیل است، و اما مخاطب به کسانی که به این قسم کلمات ثقیل، لغات ثقیل نیاز دارن، خداوند راوی زکریا را فرستاده بر از او کسا که کلام خدا را بخش بکنه. به همون ترتیب کسایی که از این کانال میآین کلمات ثقیل میگن، خداوند بر از اون قسم اشخاص استفاده میکنه. و اما برای کسایی که کردکی هستن، خدا را شکر میکنم که خداوند مرا اینجا قرار داده. من لایق از این نیستم، هرگز لایق از این نیستم، و اما خدا را شکر میکنم
که من میتونم با الفاظ بسیار ساده کلام مقدس خدا را برای وطندارای عزیز ما برسانم. و این به خاطر فیض خداست، مدد مفت خدا بر ما حسین اندریاس که لایق مدد خدا هرگز نبودیم و نیستم. این تنها بنا به فیض اوست و من خدا را شکر میکنم که خداوند این افتخار را برای ما میبخشه. وطندارای عزیز من دعا میکنم که خداوند قلب شما را امروز به همون سادگی لمس بکنه. خداوند سختی های قلبتان دور بکنه تا که شما به عیسی مسیح که کسی که سلامتی دهنده است، صلح دهنده است، به او ایمان بیارین و حیات جاودان، زندگی همیشه را حاصل بکنین. ای خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم برای کلام مقدست، شکر میکنیم برای عیسی مسیح، شکر میکنیم بر نجاتی که از طریق عیسی مسیح برای ما مهیاست. تو یهوه یایره یعنی خداوند مهیا کننده هستی. شکر میکنیم که تو نجات برای ما تهیه کردی. ای خداوند عزیز، برکت بده امروز تو ما را. این برادرها و خورایی که پشت کامره هستند، در استودیو هستند، پشت تلفن هستند، خدای توی یار برکت بده. ما همه یک جا در بدن عیسی مسیح تو را خدمت میکنیم و خدا را شکر میکنیم بر از این اتحاد. برای برادر عزیزم شعیب جان دعا میکنم ای خداوند تو خادمت برکت بده و کلامی که او امروز از دهان خود بیرون میکنه بگذار که با پوری روح مقدس خدا باشه و تو را برکت بده و خدمتش برکت بده از طریق خدمتی که او میکنه. راز زندگی، ای خداوند بگذار که راز زندگی برای مردم مکاشفه شوه از طریق برنامه های برادر عزیزم و خواهر عزیزم مریم جان. برکتشان بده، خانوادهشان برکت بده. بگذار که امروز روز تعیین کننده برای بسیاری باشه تا که وا به عیسی مسیح ایمان بیارن. شکر میکنم برای این تلفن‌هایی که من امروز از وطن گرفتم، از مسکو گرفتم، از اروپا گرفتم قبل از برنامه. خدایا توی این برادرها را برکت بده. خدایا دعا میکنیم برای برادر عزیزم که از آلمان کتم تماس گرفت، برادر محمد، که ایشان تکلیف جسمانی دارن. خدای تو را شفا بده. خدای همچنین مسئله مهاجرتش به دست تو میسپاریم. خدای تو رحم فرما، او را فیض عطا کو پیش روی مردم و پیش خدا. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین آمین آمین. خدا را شکر میکنیم که امروز برادر عزیز ما شعیب جان کتما هست و قبل از اینکه برادر خدا ازش دعوت بکنیم که از کلام خدا امروز کتما بخش بکنن، میخواستم برای شما وطندارای عزیز ما بگویم. عموما ما از طریق کامپیوتر رو نشان میتونم ولی کامپیوتر خود امروز فراموش کردیم و اما برادر عزیزم وبسایت بسیار خوبی داره که توسط از شما میتونین که برنامه هایشان ببینین و برکت بگیرین. وبسایتشان هست www.masih.tv. برادر عزیزم شعیب جان مانده نباشی وطندار گل. سلام حسین جان، سلام ما به شما و کارکنای برنامه و تمام بیننده ها تقدیم است. بسیار تشکر برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده و صدایتان یک کمی دیرتر می آید، تصویر زودتر می آید و اما آوازتان بسیار واضح است. خدا را شکر میکنیم برادر عزیزم. خداوند در قلبتان چی گذاشته و ما برتان بگوییم که قبل از برنامه ما کتی سه وطندار عزیز ما صحبت کردیم. مردم اشتیاق دارن به کلام خدا که میخواین کلام خدا را بخوانن. برادری از داخل افغانستان، دو برادر در حقیقت از داخل افغانستان، یک برادر از مسکو و خدا را شکر میکنیم که مردم اشتیاق خواندن کلام مقدس خدا را داره و ما میخواستیم که این را برتان بگوییم و اما بفرمایید برادر عزیزم. بله دوستای عزیز، تشکر میکنم حسین جان از اینکه همیشه شما در مورد برنامه های ما راز زندگی میگین و وبسایت ما دوستای عزیز زندگی.tv است. زندگی.tv که میتونین در اونجا برین و برنامه های راز زندگی را شما ببینین. آمین. ما همه مسیحی ها در دنیا
در امی یک شنبه که گذشت، از جمعه تا یک شنبه دو بسیار تدلیل کردیم. اول مرگ مسیحی را و دوم هم زنده شدنش. تمام مسیحی ها در دنیا تدلیل میکنن و ما همه به ایمان داریم که عیسی مسیح مرد و در روز سوم زنده شد. در برابر مردن و مرگ عیسی مسیح هیچ کسی در دنیا بی‌طرف مانده نمیتونه و هیچ کسی بی‌طرف نیست. اکثرا کسایی که قبول ندارن اونا به دو گروه تقسیم میشن. یک تعدادشان میگه که عیسی مسیح نمرده، عیسی مسیح نمرده و همونطور از صلیب به آسمان رفته، و تعداد دیگه که قبول ندارن اونا به این نظر هستند که گویا عیسی مسیح زنده نشده. ما میخواهیم که امروز مطابق کلام خدا بر شما در مورد حقیقت مردن و زنده شدن عیسی مسیح صحبت کنیم. آمین. مردن و زنده شدن عیسی مسیح از همدیگه جدا شدن نمیتونه. بله. هیچ کسی نمیتونه، هیچ قدرت در دنیا نمیتونه که مردن و زنده شدن عیسی مسیح از همدیگه جدا کنه. این همیشه با هم است. همیشه با هم است. اگر کسی با شما کدام درس غلط داده، درس اشتباه داده که گویا عیسی مسیح نمرده، این کاملا دروغ است. دوستا به این درس ها شما باور نکنین، باور فقط به کلام خدا کنین و ای که در کلام خدا حقیقت زندگی عیسی مسیح و مرگ از او نوشته شده. بله. و ما میخوایم در مورد از یوحنا فصل 19، حسین جان میشه شما یوحنا فصل 19 آیه های 31 تا 35 بخوانین؟ بالکل برادر. از یوحنا فصل 19 آیه های 31 تا چنده؟ 35. از آیت 31 تا 35 در اینجا وقتی که بخوانیم نوشته است: چون روز جمعه با روز تحیه فسح مصادف بود و یهودیان نمیخواستند اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاطوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیارند. پس عساکر پیش آمدند و ساق پای آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقت پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از عساکر نیزه‌ای به پهلوی او زد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان بیاورید. چون این شد تا آنچه نوشته شده است هیچ یک از استخوان‌هایش شکستن نخواهد شد، تحقق یابد. و در جای دیگر نوشته شده است آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بله دوستای عزیز، ببینید در اینجا در کلام خدا، به اساس کلام خدا و بر اساس شاهدای عینی، در اونجا شاهدای عینی کیا بودن؟ اونجا سربازای رومی ها بودن. شاهدای عینی با سربازای رومی ها مذاق نمیشد. با سربازای رومی ها تو نبود که کسی اونا را بازی بده. اونا باید، چون امر گرفته بودن که کشته شود، اونا باید ثابت میکردن کشته شود عیسی مسیح. و اینجا هم کلام خدا میگه که عیسی مسیح چی شد؟ کشته شد. بله. یعنی عیسی مسیح در صلیب وقتی که بلند شد، در اونجا او کشته شد. از صلیب به آسمان نرفته عیسی مسیح. دوستای عزیز، باز هم بر شما میگم، هر کسی که بر شما گفته که گویا عیسی مسیح است، این کاملا دروغ و اشتباه است. کلام خدا، شاهدای عینی و خصوص سربازای رومی، اونا بسیار زیاد سربازای رومی بیرحم بودن. اونا رحم به هیچ کس نداشتن. اونا باید ثابت میکردن که عیسی مسیح کشته شده. پس کلام خدا میگه که عیسی مسیح کشته شده در صلیب. و در کلام خدا ما میخوانیم در لوقا فصل 24 که آیه های 50 تا 56 ما میخوانیم. در آنجا مرد به نام یوسف حضور داشت، یکی از اعضای شورای یهود. او مرد نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داد. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می برد. این مرد در این موقع پیش پیلاطوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان نازک پیچید
و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز تهیه بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شد. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و جای دفن او را دیدند. سپس به خانه رفتند و حنوط و ادویات تهیه کردند و در روز سبت مطابق امر شریعت استراحت نمودند. سبت بله. همون روز شنبه است. بله. یعنی ای که دوستا ببینین کلام خدا چی میگه؟ میگه عیسی مسیح کشته شد در صلیب و دفن شد. بله. اما زندگی عیسی مسیح در همین جا ختم نمیشه. بله. عیسی مسیح با کشتن خود، با دادن جسم، با دادن خون خود، با دادن زندگی خود باعث از این شد که قربانی گناههای ما را بر اساس پیشگویی پیامبرا و بر اساس پیشگویی خود عیسی مسیح، او با زندگی خود ما را نجات داد. بله. با مرگ خود ما را هم گناههای ما را شست. بله. و در اینجا است که این مژده است. مرگ عیسی مسیح بعض اوقات ما میگیم عید پاک. بر روز کشته شدن عیسی مسیح ما عید پاک میگیم. جمعه مبارک. عید بله. پاک یا جمعه پاک. بله. شاید شما بگویید که چرا به خاطر مردن یک کس مسیحی‌ها ایره عید میگذارن که وقت خوشی است عید. اما عیسی مسیح زجر دید، او مرد، اما این مردن و زجر دیدنش به نفع ما تمام شد. بله. و می خاطر بر ما مرگ از او هم خوشی میده. مرگ بله. عیسی مسیح به خاطر از این خوشی میده که گناههای ما را پاک. با ایمانی که به عیسی مسیح داریم ما عقیده داریم، ایمان داریم که عیسی مسیح گناههای ما را پاک کرد. بله. یعنی این به چی معناست که ما با کارهای خوب خود، ما هر قدر موعظه کنیم، ما هر قدر دعا کنیم، ما هر قدر نماز و روزه بخوانیم، با کارهای خوب خود کس نمیتونه به خدا برسه. کس نمیتونه با کارهای خوب خود گناههای خود را ببخشه. بله. بلکه تنها با فیض خداست و از طریق مرگ عیسی مسیح از گناههای ما بخشیده میشه. بله. ببینید دوستا، ما اول گفتیم که عیسی مسیح کشته شد و دفن شد. دوم، این ثبوت میکنه که ما با اعمال خود، با کارهای خود نمیتونیم با خدا آشتی کنیم. بله. گناههای ما با کارهای ما بخشیده نمیشه. اگر بله. یک کار خوب میکنیم و یک کار خراب ما را، گناه خراب ما را به حساب ریاضی از یکدیگر رفع کنه. بلکه ما چی است؟ به اساس فیض خدا گناههای ما بخشیده میشه. بله. و بله. در کلام خدا حالا بیاییم ببینیم که این وظیفه عیسی مسیح چی کارا کرد. این مرگ عیسی مسیح. اشعیا فصل 53 حسین جان میشه از آیه های 4 تا 6 بخونید. اشعیا فصل 53 از کدام آیات برادر؟ آیه های 4 تا 6. 4 تا 6. بله. نشست او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر کردیم درد و رنج او جزایی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و بر راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همه ما را به گردن او نهاد. آمین. آمین. ببینید دوستا، اشعیای نبی 800 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکنه. بله. او در او وقت پیشگویی عیسی مسیح ای امید را برای مردم میداد، بر قوم اسرائیل میداد که این کسی که میآید ای چی میکنه؟ آیت آخر میگه اما خداوند گناه همه ما را، همه ما یعنی مقصد از تمام مردم دنیا را به گردن عیسی مسیح گذاشت. بله. به گردن عیسی مسیح. چرا؟ به خاطر از اینکه عیسی مسیح انسان معمولی نبود. عیسی مسیح قدرت خدایی داشت. او از خدا آمد پیش ما و او ظاهر شد. او خدا را به ما ظاهر ساخت و این خاطر او قدرت عظیمی داشت که گناه تمام دنیا را به گردن خود بگیرد. بله. و بسیار مهم است که با زخم‌های از او ما شفا یافتیم. بله. یعنی این که او عیسی مسیح یک طبیبی است. ببینید امروز همه مردم دنیا کسایی که مریض هستند به طبیب ضرورت دارند، ولی بله. عیسی مسیح یگانه طبیبی است که خودش بر ما دوا است.
بله. یعنی عیسی مسیح یگانه طبیبی است که جان خود، هیچ دکتر دیگه در دنیا جان خود را به خاطر مریضای خود نمیده، بله. بلکه و یا خودش دوا نیست، بلکه عیسی مسیح یگانه طبیبی است که با جسم خود، با جان خود، با زخمهای خود ما را چی کرد؟ شفا داد. شفا که از چی داد؟ از گناه داد. شفا بله. از بدبینی داد. بله. شفا از حسادت داد. شفا از دشمنی داد. بله. شفا از نامهربانی داد. یعنی بله. هم از لحاظ جسمانی و از لحاظ روحانی ما را شفا داد. بله. و همچنین گناه های ما را بخشید. بله. این بسیار مهم است. در جای دیگه در لوقا فصل 24 حال ما میرسیم به دوباره زنده شدن عیسی مسیح. بله. گفتیم که اول گفتیم عیسی مسیح مرد، دفن شد، با زخم‌های از او ما شفا یافتیم. بله. حالا ببینیم که چطور دوباره زنده شد و اهمیت دوباره زنده شدن عیسی مسیح چی است. بله. در لوقا فصل 24 آیه های اول تا 12 کمی در طولانی است، ولی من بر شما میخوانم دوستا، چرا این کلام خدا است. بله. کلام خدا هم خودش قدرت دارد. بله. نه تنها ما را برکت میده، بلکه خود کلام خدا همچون حقیقت است. او قدرت دارد که قلبهای شما را لمس کنه. به این خاطر من بر شما همه 12 آیت را میخوانم. در روز اول هفته یعنی یک شنبه صبح وقت سر قبر آمدند و حنوط را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. بله. پریشان و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در پهلویشان ایستادند. زنان سخت ترسیدند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان میجویید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم زنده شود. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنها بودند جریان را بر رسولان گفتند، اما موضوع به نظر آنها پوچ و بی‌معنا آمد و سخنان آنها را باور نمی‌کردند. اما پتروس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیز جز کفن ندید. سپس در حالی که از این واقعه در حیرت بود به خانه برگشت. بله. ببینید دوستا، در اینجا ما میبینیم که بعضی از زنها آمدن تا ببینن جسد عیسی مسیح را. کسایی که در هنگام مرگ از او حاضر بودن با احترام آمدن، اما دیدن که سنگ دور شده. ببینین اینا بیشتر، این خانم ها بیشتر در مورد سنگ فکر میکردن که کی این سنگ را دور کرده باشه، چرا این سنگ بسیار بزرگ و وزنی بود، سنگین بود. اما وقتی که درون آمدن اینا دیدن که جسد عیسی مسیح نیست. بله. یعنی ای که چی از عیسی مسیح زنده شدن. اینا دیدن که دو نفر مرد آمد با لباس ها، ولی پریشان شدن. اینا فکر کردن که چه شد عیسی مسیح؟ اونا هم مانند ما و شما انسان های عادی بودن. اینا رفتن پیش رسولا و رسولا هم پتروس خودش خیست و آمد که قبر را ببینه. آمد که قبر خالی است. از این کار 2000 سال گذشته و در این 2000 سال هم ما شما میبینیم که قبرهای دیگه زیاد است، زیارتها زیاد است، از رهبرای مذهبی غیر مذهبی زیاد است. اونا همش معلوم است. اما چیزی که تغییر نکرده در دنیا در 2000 سال گذشته این قبر خالی عیسی مسیح است. آمین و آمین. قبر عیسی مسیح از همون روز یک شنبه که عیسی مسیح دوباره زنده شد تا امروز خالی است. توریست ها از تمام دنیا میرن و به این جای میرن میبینن که قبر خالی است. ببینید دوستا، این بسیار مهم است که عیسی مسیح زنده شدنش چی میته و ما اطمینان میته و همچنان یک واقعیت است دوست. امروز هم بسیار از افغانهای ما، ایرانی های ما، فارسی زبان های ما، وقتی ما برشان بگیم که
عیسی مسیح دوباره زنده شده، شاید در فکرشان بیاید مانند امی خانم ها حتی اینا که این پوچ و بی‌معناست. اما چیزی که واقعیت داره او است که قبر خالی است. در قبر نیست عیسی مسیح. عیسی مسیح دوباره زنده شد. آمین. و آمین. این به ما این اطمینان میده که یک روز ما هم با عیسی مسیح یک جای زنده میشیم. آمین. آمین. حسین جان شما میشه از لوقا فصل 24 آیه های 36 تا 49 را بخونید؟ از آیات های 36 تا 49 24 36 تا 49. در حالی که شاگردان درباره این چیزها صحبت می کردند، عیسی در بین ایشان ایستاده و با آنها گفت صلح و سلامتی بر شما باشد. آنها با ترس و وحشت گمان کردند که شبیه می بینند. او فرمود چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دل خود به دلهای شما رخ نمی کند؟ دستها و پاهای مرا ببینید، خودم هستم. به من دست بزنید ببینید. شبه مانند من گوشت و استخوان ندارد کسی که شبیه باشه و یا روح باشه. این را گفتند و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد و از خوشی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنها پرسید آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند، آن را برداشت و پیش چشم آنها خورد. بعدا هم بخوانم؟ بله. بله. و به ایشان فرمود وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچی در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور و درباره من نوشته شده باید به انجام برسه. مقصود ما امی چیزها بود. بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند و فرمود این است آن چیزی که نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سیوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها شاهد هستید. خود من بخشش وعده شده پدرم را بر شما میفرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بله دوستای عزیز، ببینید این آیات های بسیار مهم در مورد دوباره زنده شدن عیسی مسیح است. و اولین چیزی که وقت عیسی مسیح خود را به شاگردانشان میتن، او میفهمه که شاگردها پریشان هستند. شاگردها حتی شاید غمگین هستند که این عیسی مسیح، این استادشان، این رهبرشان، این کسی را که نام میگفتن خدای ماست، این چه شد؟ و عیسی مسیح اولین چیزی که میگه، اولین حرفهای از چی میگه؟ صلح و سلامتی بر شما باد. ببینید عیسی مسیح امروز هم به تمام کسای، به تمام افغانهای ما، ایرانی های ما که اونا هم هنوز در ترس هستند یا شک دارن، عین امی گپ را میزنه که 2000 سال پیش زد که میگه صلح و سلامتی بر شما باد. صلح و سلامتی بر شما باد. عیسی مسیح هیچ کسی را به زور نمیخواد پیرو از او شود. بلکه عیسی مسیح چی میکنه؟ او سلطان قلب ها است. میخواد قلب های ما را تغییر بده. آمین. میخواد افکار ما را تغییر بده که در نتیجه از او زبان و اعمال ما تغییر پیدا میکنه. اینجا عیسی مسیح میگه امروز هم به افغانهای ما میگه چرا میگه این طور آشفته حال هستید؟ امروز هم افغانهای ما بسیاری شاید غمگین باشن، بسیاری شاید در مورد عیسی مسیح چیزهای را نشنیده باشن، ولی بر اونا میگه چرا غمگین هستین؟ چرا آشفته هستین؟ چرا شما شک و تردید دارین؟ شبه یا روح میگه رقم ما دست و پای نداره، رقم ما عیسی مسیح نان نمیخورد. و در اینجا بعد از اون میگه که وقتی هنوز با شما بودم میگفتم. عیسی مسیح خودش پیش از اینکه بمیره پیش بینی مرگ خود را میکرد که او به خاطر گناههای بشر باید بمیره. و بعد از او ذهن ازیا باز شد، ذهن کسایی که عیسی مسیح را میدیدن باز شد. امروز هم دوستا عیسی مسیح میخواد امی صلح و سلامتی خود را به شما بده و بر شما بگوید که ذهنتان باز شود. ذهن باز شدن به این معناست که امو پرده‌ای که در پشوی چشمهای ماست، پرده‌ای که ما را نمیگذاره که عیسی مسیح را به مو شکلی که اصل ببینیم.
ببینید اکثرا از مادر من پرده چشم داشت و پرده چشم باعث از این میشه که چیزایی را که در بیرون است به شکل غبارآلود ما ببینیم. او بر ما قسم میکرد. ولی وقتی که پردهش برداشتن همه چیز را درست میدید. امروز هم عیسی مسیح میخواد پرده چشمهای افغانهای ما را، ایرانیهای ما را و همین کسایی که برنامه را میبینن او را برداره. این پرده را برداره که شما هر کدام شما درست عیسی مسیح را ببینین که او صلح و سلامتی بر شما میخواد. آمین. او بخشایش بر شما میخواد. او محبت بر شما میخواد. آمین. او بر شما دوستی میخواد و عیسی مسیح اول دست خود را بر شما دراز میکنه. در قلبتان او صدا میزنه که یگانه کسی که میتونه گناههای شما را ببخشه، یگانه کسی که میتونه زندگی شما را تغییر بده، او عیسی مسیح است. آمین. انسان در این دنیا نمیتونه زندگی شما را، رهبر مذهبی نمیتونه، رئیس جمهور نمیتونه. امروز کشور ما پشت یک رئیس جمهور میگردن، در جریان انتخابات هستیم، اما رئیس جمهور نمیتونه تغییر بده انسان ها را. امروز رهبرای مذهبی نمیتونن تغییر بدن. ولی فقط کسی که میتونه تغییر بده او کسی است که به خاطر ما مرد و دوباره زنده شد. آمین. و او کی است؟ عیسی مسیح است. عیسی مسیح است. بله، هللویا. در کلام خدا حسین جان میشه شما بخوانید از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. دوم قرنتیان، یک دقیقه برادر عزیزم، رساله دوم قرنتیان فصل 5 گفتین؟ آیه 17 صفحه 550. آیت 1550. 1550. کدام آیت گفتین برادر؟ آیه فصل 5 آیه 17. آیه 17. ما زیر ختم کردیم. کسی که در مسیح است، بسیار خوشم میآید، کسی که در مسیح است خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک همه چیز نو شده است. هللویا. بله، ببینید دوستان، این نتیجه دوباره از مرگ و دوباره زنده شدن عیسی مسیح است. هللویا. با چی معناست؟ با این معناست که وقتی ما با عیسی مسیح که مرد و دوباره زنده شد. ببینید دوستا، باز هم میگم مرد و دوباره زنده شد. ما با عیسی مسیح ایمان نداریم که بگوییم تنها زنده بود و زنده است. نه، ما با عیسی مسیح ایمان داریم مطابق کلام خدا که مرد در صلیب، دفن شد و در روز سوم دوباره زنده شد. هللویا. و این زندگی دوباره عیسی مسیح، وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، کسایی که اولین کسایی که عیسی مسیح را دیدن و با او ایمان آوردن، چی شد؟ زندگی از اینا تغییر کرد. اینا چی شد؟ کسایی که میگه در مسیح است خلقت نو است. هر آنچه کهنه بود درگذشت. کهنه چی است؟ کهنه یعنی گناههای ماست، کارهای بد ماست، اعمال بد ماست، گپهای بد ماست، دشمنی ماست، نفرت ماست و کارهایی کردیم که خود ما میفهمیم او را، خود ما و خدا تنها میفهمه. دیگه بسیاری شاید خبر نباشه. بله شایب جان، این چی میگه؟ کلگیز گذشت و همه چیز نو شده. شایب جان، نو چی است؟ میگه از طرف خدای است که با وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است. آمین. و ما را وظیفه داد آمین. که به دشمنان دیگر رو هم اعلام کنیم که آنها نیز میتوانند دوستان خدا شوند. آمین. آمین. شایب جان به اجازه بسیار مهم است دوستا که چی کنیم؟ امروز شایب جان آواز نجات است. و عیسی مسیح انوز که زنده بود در یوحنا فصل 11 آیه 25 ما میخوانیم. عیسی مسیح چی میگه؟ هلو شایب جان، هلو. گفت من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت. آمین. شایب جان و آواز کسی مرا که زنده میشنوید؟ باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ عیسی مسیح در وقتی که زنده بود ای گپ زد و با مرگ خود ای را نشان داد. دوباره زنده شدنش یک بار دیگه به ما اطمینان داد. امروز هم پیام عیسی مسیح به همه ما و شما در این روزی که ما در هی تدلیل میکنیم از دوباره زنده شدن از او، از رستاخیز از او. شایب جان آوازی مرا میشنوین؟ شایب جان؟ بسیار خوب. ما تلفنی گرفته بودم از برادر عزیزم امیر جان
که متاسفانه قطع شد در دوران از که پرابلم داشتیم که صدای شعیب جان و ما میخواهیم که برای امیر جان دوباره کوشش کنم زنگ بزنم و اگر با ایشان بتونیم با صحبت بکنیم. امیر جان قبلا در این برنامه آمدن و زندگیشان به عیسی مسیح دادن و اما سوالی دارن. امیر جان بله سلام علیکم. سلام علیکم سیب وطندار عزیزم، خوب بخیر هستی؟ جور هستی؟ تشکر، زنده باشین. این مطابق خاص شما امروز در مورد رستاخیز عیسی مسیح صحبت میشه و اما یک کمی پرابلم تلفنی هم داریم برادر عزیزم، بفرمایین. درست میگن، بسیار تشکر از لطفتان و تبریک میگم براتون روز قیامت. برای شما برادر عزیزم، برای شما برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده. شما را برکت بده. من زیاد وقتتان نمیگیرم برادر حسین، یک دو سوال داشتم از پیشتان، بعد من از طریق تلویزیون میشنوم، اگه تشکر میکنم از پیشتان. بفرمایید. بله، اول سوال می بود که در مورد دعا کردن، من چون بسیار دعا کردن بسیار دوست دارم، میخواستم همین طریقی دعا کردن برای من بگوین. بله. مثال گپ من میخوام که صبح که از خواب میخیزم میخوام دعا کنم برای خودم، برای دوستایم، یا پیش از نان خوردن میخواستم دعا کنم. بله. و دومین سوال من بود که یگان دوستایی که مثال گپ من میشستم که ایماندار هستن، از من پرسان کردن که مثال گپ امیر جان ما کلام میخوانیم، ایمانم داریم به عیسی مسیح، فقط تنها چیزی که هست ما نمیفهمیم که چرا وقتی ما کلام میخوانیم کلام در ذهن ما جایی نمیشه، مثال گپ زود فراموش میکنیم. بله. من میخواستم دلیل از این پرسان کنم از پیشتان، این می گپ بوده دیگه مزاحمتان نمیشم. برادر عزیزم بسیار سوالای خوب است. قسمت اولش خو ما کوشش میکنم بخیر روز پنجشنبه اگر برنامه داشتیم برای شما در مورد دعا صحبت بکنم. واقعا بسیاری مؤمنین عیسی مسیح که نو به عیسی مسیح ایمان میارن که چطور دعا کنیم. قبلا ما این قسم دعا میکردیم، حالا چطور دعا بکنیم. در مورد از این حتما روز پنجشنبه صحبت میکنم از طریق زمین برنامه. و اما در مورد سوال دومیتان فراموش شدن، علتهای بسیاری می داشته باشه. بعضی کسان نمیتونن چیزهایی را به یاد بیارن. من شخصا خودم به همین ترتیب هستم و اما در بعضی چیزهای دیگه من میتونم او را به ذهن خود جای بیتم. و اما کلام خدا برای ما میگه که هر چیز زیادتر ما کلام خدا را بخوانیم اونم قدر زیادتر خداوند برای ما برکت از این میته. امیر جان که ما کلام خدا را به یاد بیاریم. بسیار تشکر از سوالایتان و منتظر باشین روز جمعه بخیر. من در مورد سوال اولتان حتما صحبت میکنم. میبخشین روز جمعه یا پنجشنبه؟ پنجشنبه بسیار میبخشین. پنجشنبه بله. بسیار تشکر برادر عزیزم. تشکر، خدا شما برکت بده. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باشه و تمام دوستان. تشکر برادر، خدا حافظتان باشه. و تلفن میگیریم از اهواز، از دوستی عزیز ما هست که اسمشان نداریم در اینجا و اما وطنداری عزیز ما مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم آقایون. سلام علیکم. خوبین آقا؟ از اهواز مزاحمتون میشم. عزیز بنی سعدم. خدا را شکر میکنم، خدا را شکر میکنم وطندارم. بفرمایید. آقا ما الان تقریبا 7-8 ماه که ایمان آوردیم به عیسی مسیح و خانواده کلا الان 2 ماه یواش یواش تمام فرزندانمون به الحمدلله همشون هم ایمان آوردن. خدا را شکر. میخوام بیشتر براشون یه دعای بخونیم که ایمانمون بیشتر حضرت عیسی در منزلمون نورانی تر باشه. حتما. برکت ایشان ممنون. حتما. حقیقت من خیلی گرفتاری داشتم، الحمدلله الان گرفتاری هایمون آرامش خانواده خیلی خوب شد. برادر عزیزم، همین برنامه محبت شما خدا را شکر. برنامه شما خدا را شکر برادر عزیزم. حتما دعا میکنیم. حتما دعا میکنیم. بسیار بسیار تشکر از تلفنتان و با حتما برتان دعا میکنیم. خدا را شکر میکنیم. خداوند مردم پیش عیسی مسیح میاره. این وطندار ما تلفن کرده بودن از اهواز، گفتن با خانوادهشان با شنیدن از این برنامه ها ایمان آوردن. و وطندارای عزیز ما، برادر و خواهرای افغان، ایرانی و تاجیک و هر کی این زبان ساده ما را میتونه که بفهمه، از شما خواهش میکنیم همین لحظه برای از این خانواده لطفاً دعا کنید. لطفاً بیاین که یک جای دعا کنیم برای از این خانواده. برادر شایب شما آنلاین هستین؟
بله. برادر عزیزم، این خانواده هستن که گفتن با دیدن از این برنامه ها خدا را شکر میکنیم، خدا قلبشان لمس کرده، تمام خانواده ایمان آورده، خدا را شکر. ما شما خواهش میکنیم برای این خانواده دعا بکنین که خداوند یارده ایمانشان قوی تر بکنه و همچنین بر برادر امیر هم دعا بکنین اگر شما لطف بکنین و روز پنجشنبه حتما ما در مورد دعا از این برنامه صحبت میکنیم و ما شما خواهش میکنیم که لطفا بر از این برادر که اسمشان نگرفتن حتما مسائل مشکلات در افغانستان و ایران هست، شما میفهمین. قبل از برنامه ما چندین تلفن گرفتم که وانا نمیتونن روی برنامه بیاین برای زوم دعا بکنین و هم بالخصوص برای برادری که از اهواز تلفن کرده بودن و خانواده ایشان و برای ایمانشان خداوند قوی داشته باشیشان. بیاین دعا کنیم دوستان. برادر فکر میکنم اسمشان عزیز است، خواهرم پریناز جان گفتن. بله اسمشان عزیز است، بر خانواده عزیز جان. بله. خب خداوند سپاسگزار هستیم از تو که ما کلامت خواندیم و تو در کلامت بر ما گفتی که هر چیزی که وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم همه چیز نو میشه و تو زندگی نو به ما میتی، تو ایمان نو به ما میتی، تو محبت نو به ما میتی و تغییر میاری در زندگی ما. خداوند تشکر از اینکه این برادر ما عزیز و خانوادهشان به تو ایمان آوردن، با اولادای خود یک جای. خداوند ما دعا میکنم که تو اونا را نگاه کو از وسوسه، تشویش شیطان، ایمانشان را زیاد بساز خداوند و با دیگه ایماندارا اونا را معرفی کو در شهرشان، در روستایشان یا در هر جایی که زندگی میکنن. خداوند اونا را برکت بده و تو با اونا توجه داشته باش، با اولادهایشان خداوند که اونا در ایمان خود هر روز رشد کنن. و همچنان به این برادر دیگه ما که تلفن کرده بود، برادر امیر، برادر امیر، با او دعا میکنیم خداوندا که تو را کمک کو خداوندا که او بیشتر کلام تو را بخوانه و خداوندا و همچنان به ایماندارا به همه ما کمک کو که ما حافظه ما خوب باشه، کلام تو را به حافظه بسپاریم، کلام تو را از یاد بگیریم. تشکر میکنیم به نام عیسی مسیح. آمین. برادر عزیزم شهاب جان از وطن زنگ زدن و پیام ایشان میشنویم. برادر عزیزم شما آنلاین هستین، بفرمایین. من میفهم که شما قبلا هم صحبت کردیم و در مورد کتاب مقدس ما امروز برای دوستای عزیز در مورد شما صحبت کردیم و شاید کسی با شما تماس بگیره برادر عزیزم. و اما بفرمایین، بسیار تشکر که به این برنامه تشریف آوردین. بله سلام علیکم به شما و تمام بیننده عزیز. برای شما هم سلام و درود برادر عزیزم، بفرمایید. من میخواستم برای شما بگم که یک دوستی داشتم در فیسبوک در ایران، در ایرانی بود ولی در خارج بود. قبلا ما به زمان بگفته بودم که من کتاب نیازم. امروز او به من تماس گرفت، گفت من یک افغان ده میشناسم، افغانای دو دوستای دارم که در افغانستان، من شاید بتونم برای تو کتاب مقدس ارسال کنم. خدا را شکر، خدا را شکر، هللویا، خدا را شکر. ما همیشه در جستجو می باشیم شاب جان، به خاطر از اینکه در وطن مسائل بسیار سخت است، مشکل است. مثلا مسئله امنیت شخصی که بر شما کتاب مقدس میاره و مسئله امنیت شخصی خود شما هست و این چیزا، تمامی از این چیزا را ما سرش فکر میکنیم و بعد از همین خاطر ما میگیم برای وطندارای عزیز ما، بر برادرها و خواهرای ما که اگر امکان داره بهتر است که از طریق اینترنت کلام مقدس خدا رو بخونید و کلام خدا در www.afghanbible.com و یا daribible.com و یا pashtobible.com و یا persianbible.com و یا farsibible.com به این وبسایت ها اگر شما لطف کرده بودین شما کلام خدا رو خوانده میتونید. و اما خدا را شکر است که کسی بر شما میتونه برسانه. ما هم تماس گرفتیم امروز با وطندارای عزیز ما که برنامه صدای زندگی را بخش میکنن، کتزوا تماس گرفتیم که اگر هم بتونه بر شما کلام خدا را برسانه و بسیار تشکر که تماس گرفتین. کدام چیزی گفتنی دیگه اگر داشته باشین برادر عزیزم؟ هلو، ما همیشه در سایت شما همیشه هستم و بیشتر مطالب شما را از طریق یوتیوب سعی میکنم، چون در خانه من نمیتونم شبکه را تماشا کنم. خدا را شکر برادر عزیزم. اینمی دقیقه اینمی لحظه که با شما صحبت میکردم ما از برادر عزیزم تماس گرفتم
و ایشان گفتم امیدوار هستم با خواهرم و خواهرزاده هایم جور باشید. البته ایمیل در مورد شما، من حتما با این دوست صحبت میکنم و شما را در جریان میگذارم. من برایش البته زنگ زدم ولی کسی جواب نداد. فردا حتما باز هم زنگ میزنم. اینه ایمیل مخصوص ایمیل خودتان صحبت کردین در مورد شما، این مال من ایمیل گرفتم از وطندار عزیزم و حتما که شما بازم تماس میگیره و اسمشان جواد است. جواد، کسی اگر بر شما تماس میگیره اسمشان جواد است و منتظر باشین برادر عزیزم. و بسیار تشکر. ما همیشه برتان دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده و در فیض خداوند باشین برادر عزیزم. آقای جواد در افغانستان هستن؟ نه، آقای جواد در افغانستان نیستن برادر عزیزم و ما گفته هم نمیتونیم متاسفانه جایشان که در کجاست از طریق از برنامه. باشه حتما برم. بسیار تشکر برادر عزیزم. خداوند شما رو برکت بده. خدا شما رو برکت بده. خدا نگهدار. تشکر. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم. شایب جان، وطندارای عزیز ما به عیسی مسیح ایمان میارن. بله بفرمایید برادر عزیزم. وقتم کم مانده و هم ما بفرمایید مجبور تلفن ها را باید بگیریم. بله بسیار. ما خوش میشیم همیشه که از دوستای ما از نقاط مختلف جان بخصوص افغانستان بشنویم و خداوند هم در افغانستان کار میکنه. و جالب در اینجاست، بسیار میبخشین، جالب در اینجاست که ایشان زنگ زدن و من ایمیل گرفتم از جواد جان که در مورد ایشان صحبت میکردیم و به همون لحظه ایمیل هم آمد. بله بسیار. خداوند همیشه به فکر همه است. بله. و ما گفتیم که عیسی مسیح میگه که من قیامت و زندگی هستم و همچنان امروز روز نجات است. ما تا دیر نشده به عیسی مسیح ایمان بیاریم. دوستای عزیز، فلسفی از این دنیا ما را نمیتونه به خدا برسانه، مذاهب تا نمیتونه ما را به خدا برسانه. یگانه چیزی که میرسانه او عیسی مسیح است. به خاطر از این که عیسی مسیح آمد، خودش پل شد که ما از طریق عیسی مسیح با خدا آشتی کنیم. بله. و او قدرت داره دوستای عزیز. و همچنان که از کلام خدا خواندیم که ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم زندگی ما نو میشه. زندگی نوی به چی معناست؟ که یعنی ما اگه دشمنی میکردیم دیگه دشمنی نمیکنیم. اگه نامهربان بودیم حالا مهربان هستیم. بله. اگه کسی را کمک نمیکردیم حالا کمک میکنیم. بله. اگر به هیچ غرور داشتیم حال فروتن هستیم. اگر کارهای بد میکردیم، گپای بد میزدیم، گپای زشت میزدیم، حال گپای خوب میزنیم، دیگران را تشویق میکنیم، برکت میدیم. این همش و همچنین خداوند ما را وظیفه داده که با دیگه دشمنای از او هم، یعنی کسایی که هنوز نمیشناسن خدا را، عیسی مسیح را، با اونا هم بگوییم که خداوند اونا را دوست داره. خداوند همه را دوست داره و خداوند میخواد که ما به عیسی مسیح کسی که در این دنیا آمد معجزه کرد و در صلیب کشته شد، دفن شد و در روز سوم دوباره زنده شد، ایمان بیارن. یعنی ای که دوستا همیشه به فکرتان باشه، همیشه کلام خدا میگه که عیسی مسیح شد، مرد، دفن شد و دوباره زنده شد. با زندگی دوباره از او ما ایمان داریم که یک روز ما هم وقت بمریم با او یک جای زندگی خواهد کردیم. آمین آمین آمین. شایب جان، خداوند شما را برکت بده با یک پیام بسیار بسیار قوی. با ادامه صحبت هایتان شما بسیار به مقبولی در مورد مرگ و رستاخیز عیسی مسیح صحبت کردین. یکی از آیات هایی که واقعا بسیار من دوست دارم در فصل 10 انجیل مقدس یوحناست، در فصل 10 انجیل مقدس یوحنا و آیت 17 و 18 به خصوص نوشته است: پدرم مرا دوست دارد. عیسی مسیح میگه پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم. سقه عیسی مسیح میگه کسایی که منکر از ایستن که عیسی مسیح بر صلیب مرده و یا مصلوب شده و یا کسایی که در این فکر هستند که خدا بر صلیب به جای عیسی مسیح کسی دیگر انداخت تا که شبیه از او باشه و او را بازی داد. خدای ما بازی نمیته. خدای ما بازی دهنده نیست. او بازی نمیته. او حقیقت است. او راستگوست. در او فریب هرگز نیست. چی میگه؟ میگه پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم تا آن را بار دیگر بازیابم. میگه هیچ کس
هیچ کس قدرت ندارد جان مرا از من بگیرد، هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد. من به خواهش خود آن را فدا می کنم، اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این امر را به من داده است. شایب جان بسیار واضح. اما یک مثال اردوس میگه که دود کا دود، پانی کا پانی، شیر شیر و او. عیسی مسیح واضح میگه که من آمدم که جان خدا فدا بکنم و من این اختیار را دارم. کلمه اختیار از کلمه اگزوس یا از لسان یونانی گرفته شده، قدرتی که در خداوند تنها است و او این را میتونه عملی بکنه. میگه که من اختیار دارم که جان خدا فدا بکنم و اختیار دارم که این را باز پس بگیرم، یعنی اختیار دارم که خود زنده کنم. سوال در اینجاست که آیا هیچ انسان ما دیدیم، هیچ مرده را دیدیم که خود زنده بکنه؟ هرگز نه. عیسی مسیح چرا این قسم مدعی شد؟ به خاطر که او قدرت داره، او قدرت داشت، او اختیار داشت که جان خود فدا بکنه. او آمد که جان خود فدا بکنه و او اختیار داشت که جان خود پس برگردانه، زنده شوه و او کار را کرد. اما قسم که شما پیام دادین، او زنده هست و کسی که به او ایمان میاره او هم زندگی می داشته باشه. و در امی فصل در آیت 10 او میگه، در آیت 10 فصل 10 آیت 10 میگه دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. اما من آمدم که چه کنم؟ من آمدم تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. هللویا. برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده با این پیام بسیار شیرین. بازم وطندارای عزیزم از شما خواهش میکنم که در وبسایت برادر عزیزم www.zindagi.tv برین و اوجا پیام های بسیار شیرین از کلام مقدس خدا را که توسط برادر عزیزم و خواهر مریم جان تهیه شده او را ببینین، برکت بگیرین. برادر عزیزم از طرف من خانواده را سلام میگین. خداوند شما را برکت بده. شما هم به خواهر ما و اولادا سلام بگوین و خداوند شما را برکت بده و تمام کارکنای برنامه آواز مسیح را و بخصوص بیننده هایتان که امروز اونا به عیسی مسیح ایمان بیارن و عیسی مسیح را من حیث نجات دهنده خود بپذیرن. این بسیار ساده هست که ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح و او را بخواهیم که در قلب ما بیاید و زندگی ما را تغییر بده. آمین آمین. وطندارای عزیز ما، وقتی ما میجه خلاص میشه شما را به خداوند میسپاریم. خداوند شما را برکت بده. فیض خداوند عیسی مسیح که تمامی شما باشه. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم